بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. جنگجویان به سرحد تاجیکستان نزدیک شدند. دزدی اموال دولتی و برکناری تمام کارمندان اداره مالیه کولوب. هلاکت 2 نفر از دود انگیش در اسفره. هشداری: بازرسی دولتی اتومبیلی از برف و تومن و ترمه. طبق پایگاه اطلاعاتی آلمان دایچه وله، جنگجویان در حدود 18,000 نفر به سرحد تاجیکستان از جانب افغانستان شمالی نزدیک شدند. تا چه حد این خبر حقیقت دارد معلوم نیست، ولی امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با مقامات قدرتی کشور، راهبران وزارت‌های دفاع و کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، گواردیای ملی، آژانس دولتی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد و آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر نشستی مشورتی دایر نمود. در این مشورت دقت اساسی به حفظ سرحد با افغانستان داده شد. رئیس جمهور از مقامات قدرتی خواست تا در تحکیم هرچی بیشتر سرحد و بالا بردن قدرت دفاعی ارتش دقت مخصوص داده شود. از این برمیآید که وضعیت در سرحد بین تاجیکستان و افغانستان ناآرام، نگران کننده و پیشگویی نشونده است. اما مدیر مرکز پژوهشگاه افغانستانی معاصر در تاجیکستان معتقد است که گروه‌های تروریستی مستقر در شمال افغانستان نمی‌توانند به طور مستقیم کشور همسایه را هدف حملات خود قرار دهند. با گزارش سایت صدای آلمان، قاسم شاه اسکندر تعداد عمومی جنگجویان وابسته به طالبان و داعش در شمال افغانستان را بین 3 تا 5,000 نفر تخمین می‌زند و می‌گوید این گروه ها که تخمینا از 3 تا 5,000 نفرند به طور مستقیم نمی توانند علیه تاجیکستان اقدام کنند. اولویت گروه های افراطی فعال در شمال افغانستان توسعه مناطق تحت نفوذ خود در این مناطق است. در ولایت بدخشان افغانستان نزدیک به 1500 جنگجو حضور دارند و در ولایت تخار و قندوز نیز تعداد زیادی از اعضای گروه طالبان در حال درگیری با نیروهای دولتی افغانستان هستند. بیشتر اعضای این گروه ها را طالبان تشکیل می دهند و تعدادی از افراد وابسته به داعش نیز در ولایات شمالی افغانستان در نزدیکی مرز تاجیکستان حضور دارند. برخی از جنگجویان وابسته به حرکت اسلامی ازبکستان و جماعت انصارالله نیز در ترکیب گروه طالبان و داعش مشاهده شده اند که منتظر دستور از فرماندهان خود هستند. همکنون این گروه ها به دنبال جذب نیرو هستند و به این منظور تبلیغات گسترده را در شمال افغانستان آغاز کرده و برای افراد تازه وارد دوره‌های آموزشی نظامی برگزار می‌کنند. در نتیجه آشکارشوی دزدی اموال دولتی در حجم 1.2 میلیون سومانی از طرف 3 منصبدار منطقه کولوب در ماه دکبر، تمام کارمندان اداره مالیه کولوب از وظیفه سبکدوش کرده شدند. در این باره سردار آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در این منطقه دلشاد اکابرزاده خبر داده است. آخر سال گذشته این یاد گفته بود که در نتیجه تفتیش اداره مالیه از روی شکایت یک شهروند دزدی مبلغ در حجم 1.2 میلیون سومانی آشکار شده است و تفتیش در این مورد ادامه دارد. از طرف متخصصان ما سنجش گذرانیده شد و این سنجش ثابت کرد که در 211 حالت شخصان مسئول، یعنی سرمحاسب بیمارخانه ولایت کولوب جمعخان آدینایف، خزینه‌دار سعید اسرارов و متخصص مالیه منطقه کولوب محمود میرزاکریمov رسیدها را ساخته‌کارانه تشکیل نموده مبلغ را از آن خود کردند. این کار در رفت تفتیشات 1,240,000 سومانی به بودجه جمهوری برقرار کرده شد، اما تا کنون تفتیشات در این مسئله به آخر نرسیده است، گفته است دلشاد اکابرزاده. خبر دزدی اموال دولتی در منطقه کولوب یگانه نیست. پلد حساب تاجیکستان هم در نشست مطبوعاتیش اعلام کرد که 160 میلیون سومانی مبلغ‌های دولتی از طرف منصبداران وزارت و کمیته‌ها دزدیده شده، 450 میلیون دیگر با راه‌های گوناگون به دولت ضرر وارد شده است. بینندگان گرامی، اکنون برایتان خبرهای کوتاه‌ترین و مهم جهان را پیشکش می‌نماییم.
دادگاه نهایی نگاتینوی شهر مسکو قرار حبس گلغنچه امونبک و شهروند 38 ساله تاجیکستان را صادر کرده است که در قصد قتل کودک نوزادش متهم می شود. طبق اطلاع دادگاه امونبک و دوام تفتیشات در حبس پیشکی قرار خواهد داشت. قبلا کمیته تفتیشاتی روسیه از افتتاح پرونده جنایی علیه زن 38 ساله تاجیک خبر داد که صبح 7 فوریه در شهر مسکو کودک نوزادش را به لوله پرتابگاه پرتافته است. دارنده مدال‌های نقره مسابقه لیگای عالی فوتبال تاجیکستان در سال 2015 دسته خوجند شهر خوجند در واخوری با دسته علی الخلیلی فلسطین به شکست دچار شده به دور گروه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راحت گرفتن نتوانست. بازی در ورزشگاه دوره خیوران فلسطین دایر گردیده با حساب 1-0 به فایده صاحبان میدان انجام یافته است. ایرینا باک و رئیس بخش آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو را کشور بلغارستان به مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است. آبانبار مفصل در عراق که خطرناکترین آبانبار در جهان به شمار می رود بیش از پیش به خطر روبرو می شود و در صورت رخنه شدن در پایان آب میلیون‌ها نفر زیر آب می مانند. پایه این آبانبار چندان مستحکم بنیاد نشده است و فرسوده می شود. بعد از آنکه گروه دولت اسلامی برای مدت در سال 2014 این آبانبار را به تصرف خود درآورد، حفظ و مراقبت آن کمتر و ساختار آن نقص پیدا کرده است. بر اثر زهرآلودشوی از دودانگیش دو ساکن نابالغ اصفهان به هلاکت رسیده و یک زن 56 ساله در بیمارستان بستری شده است. طبق اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت، این حادثه بگاه روز سه‌شنبه 9 فوریه در جماعت نوگیلیم ناحیه اصفهان رخ داده. دو دختر نابالغ، یکی 6 ساله و دیگر 10 ساله از زهرانگیش به هلاکت رسیده و مادر آنها در بیمارستان بستری می باشد. با گفته منبع پس از بیهوش شوی این دو دختر دیگر به هوش نآمدند. زهرآلود شده ففتیدن از دود انگیش در تاجیکستان یک حادثه نو نبوده. هر سال 10 نفر از این سبب می‌ففتند. ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان از راننده‌های واسطه‌های نقلیات دعوت کرده است در رابطه با هوای نامساعد هنگام حرکت در راه‌های کشور از احتیاط کار بگیرند. این نهاد با نشر یک اطلاع با تکیه به اطلاع اگنتی آب و هواشناسی کشور اظهار داشته است که روزهای 9 و 11 فوریه حرارت هوا یکباره پست شده برف و باران می‌بارد. در راه‌های اتومبیلگرد جمهوری باشد تومن و در بعضی ناحیه‌های کوهی فرآمدن ترمه در نظر است. بنابراین بر رانندگان واسطه‌های نقلیات توصیه داده می شود که هنگام حرکت در راه‌ها با احتیاط باشند و تجهیزات علاوگی ضد لغزش، زنجیر، طناب و دیگر لوازمات ضروری را با خود گیرند. بازرسی دولتی اتومبیلی از شهروندان دعوت کرده است که به ضرورت به منطقه‌های کوهستان و موضع‌های مشکل گذر سفر ننمایند. بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهم روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.